یک پیاله چای بیار. بیزار شدم خیلی زندگی. 1 سال باشه، 10 سال باشه، 3 سال شد. آب بیار، چای بیار، نان بیار. همیرم زندگی شد آخه. در جانم زدم خیلی زندگی. من دیگر زندگی کردن نمیخواهم. من با شما را غلام نیستم. 3 سال باز از در جاگه خوابین. جواب مرا ده. من دیگر زندگی کردن نمیخوام با این احوال شما. کلین جان، هیچ کس کسل شدن، بیمار شدن نمیخواهد. خدا پسری من بیمار کرده است. کلین جان، صبر کن بچه. صبر کن. صبر بسیار کار خوب است. تو کیا صبر کنم؟ صبرم لبریز شد. جواب مرا دهد. من دیگر زندگی نمیکنم. کلین جان، شاید این سنجش باشد از طرف پروردگار. آخر پیغمبرمون حضرت ایوب در زندگی همه چیز را گم کردند. فرزندهایشان را، بایگریشان را همه دور شدن، گریختن از نزد اون کس. تنها موندن. فقط زنشان همراهش بود. وقتی که سنجش به انجام رسید و خداوند کریم با سلامتی داد و بایگری داد و فرزندهای زیاد داد، آخر زندگیشون عالی شد. و تو هم صبر کن بچم. انشالله به روزهای خوب میرسید. ایوب پیامبرش بود. این خودش کیه؟ من دیگر زندگی نمیکنم. جواب مرا دهد. جوابت رو دادم. میتونی روی. خطیچه بیا اینجا. بیا دختر جان میرویم. کلین جان نرو، پشت نرو. نبیرند و نبروخی. کلین جان خیلی من گفتم که زندگی کردن نمیخوام. باور کن پشیمون میشی. ولی نرو کلین جان. کجا میری آخر؟ بچه جان نرو آخر. نرو. جانی آچه، تو چیکار کردی؟ این چیکار کردی؟ خان مرسلم او زندگی تو ویران کردی. جانی آچه، تو غم نخور. من همراه تو هستم. جانی آچه. بیا بچه صدبرگ بیا. 10 نفر دیگه صدبرگ. 10 نفر یک دارم بیا صدبرگ. بیا بچه صدبرگ نمیری یکا. 10 نفرک بیا. تو قوی صدبرگ نمیری. بیا خواه صدبرگ برمی. 20 سومون خواه. 20 سومون. خیلی نرخوام خریش در نمیفارته هم گازه لبرا. صدبرگ میره صدبرگ نه مایل خواهی. الو سلام فیودا. چوکد یکا بازودی با نزدی من بیا. تنجی بود اخی؟ بله تنجی تیتر بیا. این هم کلینتو ما 10 راکت در صدبرگ میفرومیون. خب مایلش مایل خواهی. بیا 2 نفر دیگه میرمی. چوکد یکا سرازا بیا گفتی دویدم اومدم. نشین مرا خودی حاضر گرفته با پیش امید جان گرفته بر. آخی نه گفتم رو کن. که گفت نیست مالا. پرویز نباشین
بیا جا. ها شیف. تو با یک بار نمیفهمی ها؟ چند بار گفتم شیف نگو. من خوش ندارم همین گپا را. دیگر نفهمم، فهمیدی؟ خب تمام شیف. تمام جون تمام. پرویز جان تو امروز در جای من نیست. باور که خیلی مونده شدم. به خانه رفته کمی استراحت کنم. خب با جون دیل شیف. گم شو از نظرم. خب تمام دیگر نمیگم. توبه کردم شیف توبه کردم. خیلی کار از اینجا. خیلی خوشو نگاه کن. قبول. یک دقیقه کلاز من کوبرم ببینیم اینجا. خب نیست ای اکا با فکر می نیست های بیا بزنیم بری. من تا امید رو نبینم با یکم جا نمیروم. این همینجا منتظر میشویم. خیلی بیا ما اگر این ای کوکارا پوش که خنک نخریدن نوی ما پوشی را اگر نمی رفته موقعی چاهم بکنی میسیدن خود میدونین چی گپ شده. خاموش گفتم را کن. این امید جانم اومد. خدا راضی باشد خودش با پای خودش می آید. کریم جان دوستم سلام علیکم. چخیر؟ تنجی بود در طرف ما. امید جان سلام علیکم. چخیر اکا خوبین؟ راستی به نزد شما اومدم. بیاین مرحمت خونه داره. یکم وقت دیگر برادر. راستی من شرم میدارم از اون کارهایی که در حق تو کردم. پشیمانم. اولا از تو عذر میپرسم امید جان. دوستم در یاد نبار من اون رو همون لحظه بخشیده بودم. زنده باشی. خونه می در اومدیم در خونه صحبت میکردیم. تشکر برادر. برای حل مشکلی به نزد تو اومدم که آن رو پیش از تو به خدا بیان داشتم. خدا تو را پاداش نیک دهد که در وقت حاجتت رو برآوردن من رو انتخاب کردی. تو نیکوکار هستی. ببین اگر حل ساختی خدا را سپاس میگویم بر تو مینداری اظهار میکنم. اگر حل نیافت باز هم خدا را سپاس میگویم و تو را معذور میدارم. حالی من را خوب میدانی. برای جراحی خیلی مبلغ کلان طلب کردم. دیروز مادر جانم و تمام خویش و تباران مراجعت نمود. من احوال تو را خوب میدونم. شرایط هم تو هم خوب نیست. من برای مبلغ نآمدم امید جان. هرچی از دست نماید برایت میکنم. برای توصیه به نزد تو اومدم. با من چی توصیه میدهید؟ یک دوست دارم با نام بختیار. طبیب خوب است. بیا یک اخلاص کرده با نظر شویم. خب میروم. شما یک لحظه نشینین. من یک خونه را خبر میگیرم و آمدم میریم. چی گفته؟ خب امید جان. خب شما بشینید. لبای مادر جان. مادر جان خواطر نشوید. من به نزد امید جان اومدم. خوب. اکا همین آدم امیدگستری را بیان نره. ما او را میشناسم. ما او را در اینترنت دیدیم. یا مشنی که همین روز تمامونی بخی. تو ابله هرگز آدم نشدی که نشدی.
خیر من یک گفتم گارانت خطی امیروز تمام تمام. ای خدا من چی گناه کردم که این احمق را برادری من کردی؟ خوب برویم. شما یک لحظه از من بید. سلام اپا. سلام علیکم. دکتر بختیار اینجا باشه؟ بله اینجا. اما را میگفتید که امید آماده است. از یک دقیقه زنگ زنم. الو دکتر سلام علیکم. شما را اکای امید میپرسم. از یک دقیقه. بیامده. حاضر میبیم. اوها کیها را میبینم. دوستی که دویم او را از حق دوستی میگفت. شکر. حالا چی خیر؟ خدا با شگر. امروز شمال نبود کدوم باده ها شما را آورد؟ بزرگ میگوید غریب کی است؟ غریب آن که دوستش نباشد. سه گروه انسان میگه در سه جو نمیشناسم. حلیم را نمیشناسم مگر بر روزی خشم. شجاع را نمیشناسم مگر بر روزی حرب. دوست را نمیشناسم مگر به زمانی حاجت. حاجت همان افتاد به نزد تو آمدی. چی خدمت کنم دوستم؟ راستی یک دوست بیمار داریم 3 سال می شود در جایگاه خواه. امروز حاجتش به من افتاد نزد من آمد. راستی من در اینجا خطا انتخاب کردم. خواستم که یک بار همون می دیدی. میریم؟ خب این یک نظر میکردین دوستی که سلام علیکم. برادر عزیز نام چیه؟ کریم جان چند خشید در حالی؟ 3 سال می شود دکتر. 3 سال شد. بله. پوچود کار میکنه؟ اینش کم کم کار میکند، اینش تماما کار نمیکند. اینش کار نمیکند؟ نه. امید جان این بیمار کمتر وزن‌تر حالش انا یک امیرتش میکنیم داخل موده امیرتش میکنیم میبینم که کدام کندش کدام نیروش چقدر گیاه و خاصی الله توبت به سر میکنیم. ما چی کنیم؟ شما هیچی اما اگه خدمت باشم و با جان دل خدمت میکنیم. دوستان دوست و همین روزه اخلاق نیکوی مؤمن عنوان نامه اعمال اوست. چه اخلاق زیبا داری دوستان. میندار هستیم ما. سلامت باشیم. ببریمش. این برادر چیش میشوه؟ این دودرشه. دودرشه؟ بله. خان تبزن خدمت یک کرک. جان بیماری که شما وردگه دوست شما انا چوره ستومره شدگه دیسک ریجا شدگه گلان نرو جخدا اسوگون غذا نمیرا پوچودا بخواه شدگه تیم بولو که 3 سال در جگه خواب بودن بیماره این شلو مو انا کنالوشو یافتیم چه شده نکنه
ایشون رو نظم شب ما بریم. دکتر جان پام گرم شد. بود گرم شد. خیز اکا. خیز. برخیز. کریم جان بخیز. آخه. اب بخیز. بسم الله بگو. بسم الله. نه ترس دل دور کن. خیلی فرین خودت که 3 سال جگاه خوب بودی. ترس گم کن. وی کن. ترس گم. آها. راه بگر. سخت من پچوتا در زمین. قومت راست کن. بیا برو بشین خیز. بشین کن. سرت نه ترس. بشین. نه ترس. نو خبیدم. سرش ده. بخیز. ایکونم نکه برادره. ما چیکار کنم که دست مرا میبوسی؟ ما وقت سبب شدم. الله شفا را داده. این معجزه الله بود که امروز شما در نصیب گشت. ای بچه. این برادر شما شفا یافت از جانب الله. نصیبش گشت. معجزه الله نصیبش گشت. دوستان فقط اخلاص در تمام. فقط اخلاص. بهترین. این رفیقتان بره زیاد. رفیقتان شفا یافت. شفا که از جانب الله ما سبب شده. من با یک اخلاص به نزد شما اومدم و باور داشتم. رحمت. چند قد ثواب شما گرفتین. سبب شما شدین که این بیمار نزد ما اومد. برادر عزیز احتیاط که اسپاس خطا. یک معجزه الله بود که در شما نصیب کرد. به هر کس نصیب نمی شود. 3 سال شما عذاب کشیدین در جوگا خوب بودین.
قدر سلامتی رسیدیم رفیق. این کس مادر؟ بله مادر جان من. مادر شما. وای شکر خدا که با پخستی بچه. وای شکر صد بار شکر خدا با شکر. دختر جان هزار رحمت شما با بچه‌ام. دست مادر شما جان. درد نبیند مادر بچه‌م. جان. خداوند در این روز نصیب گشت معجزه الله در بچه شما هزار نصیب رحمت کرد. دختر جان. پروردگار همه خوشی‌های زندگی شما برای بیاره. آمین آمین مادر عزیز آمین. این معجزه که شما هر روز برای همین پسری من برین فرزندو که دستتون میرسد و پا میخزانه شما دو دنیا ثواب میگیرید هر روز. انشاءالله الله ما را سبب کرده. دعای مادر را که میگیریم الله ما را سبب همه بیمارا میکنه. هزار رحمت بچه جان. باور کنید من اینقدر ما عذاب داشتیم. اینقدر عذاب داشتیم. اکرجان کوکوروز نمیخره؟ اکرجانا کوکوروز نبیایه؟ کی کوکوروز میخره؟ اکرجان کوکوروزای ما را بخره؟ دختر جانم دادر جان تو در اینجا چیکار میکنی؟ التماس مرا ببخش. التماس من خطای خودم را فهمیدم. مرا ببخش. دختر جان من برای تو میبیایم. دادر جان ما را قطعی بر ما دایده خونت میخوریم. خیز رفتیم. دیدن، شنیدن، احساس کردن و تمام اعضای بدن من معجزه می باشد. ما هر روز با معجزه روبرو می شویم از اشخاصی که در مد نظر مردم نیستند و حالا ما و شما به نسیم ملایم برخواسته از رحمت روبرو شدیم. فیلم اساس واقعی دارد.